السلام علیکم. با عنایت الله یکتا باز هم به دیدار هم رسیدیم. با عرض شکر و کمال میل شوکت محمد در خدمتتان هستم و برنامه خبری تحلیلی پیامنوز را تقدیمتان میکنم. پیش از شروع برنامه سراول میخواهم دقت شما را به سرخط خبرها جلب کنم. شرح غیر کسبی و خنده آور بانک ملی به ضرورت مرکزی پروسسینگی. در قرقیزستان حساب‌های بانکی چند رسانه‌ها از جمله رادیوی آزادی را بستند. مناسبت‌های دیپلماتی بین روسیه و آلمان رو به سردی آورده‌اند. بانک ملی ضرورت راه‌اندازی مرکزی پروسسینگ را شرح داده سبب اساسی آن را حفظ مشتریان شبکه‌های انتقال پول از مفلس شوی آنها دانسته است. در مصاحبه با متخصصان این بانک، مرکزی مطبوعاتی بانک ملی شرح غیر کسبی و خنده آور داده است. در پاسخ متخصصان آمده است: سال 2014 دو اپراتور نظامی پرداخت میگم و لیدر مفلس شدند. آنها 1 میلیون دلار و بیش از 50 میلیون روبل روسی شهروندان تاجیکستان را برای انتقال گرفته بودند. بعد از مفلس شوی این مبلغ‌ها را بانک‌های تاجیکستان از حساب خودشان به شهروندان دادند. اما میگم و لیدر به بانک‌های کشور ما قرضشان را نپرداختند. این ضرر به اقتصادیات تاجیکستان بود. حالا بازار انتقال مبلغ‌ها به حساب میانه در سال‌های 2018-2019 حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. این مبلغ اساساً از سوی مهاجران مهنتی از روسیه به تاجیکستان انتقال می‌یابد. قسمت بزرگ این مبلغ‌ها حدود 80% نزدیک 2 میلیارد دلار توسط یک نظام انتقالی زلاتای کرونا وارد می‌گردد. خود تصور کنید که اگر مبادا زلاتای کرونا مثل میگم و لیدر مفلس شود چه اتفاق می‌افتد؟ در چنین حالت آن 2 میلیارد دلاری که توسط زلاتای کرونا انتقال داده میشد معلق میماند. کی آن را پرداخت میکرد؟ اگر بانک‌های تاجیکستان پرداخت هم میکردند باز اقتصادیات کشور ضرر میدید. 2 میلیارد دلار برای شرکت‌های بزرگ مبلغ ناچیز است، اما برای اقتصاد خرد ما یک مبلغ کلان است. خطر مفلس شوی شبکه زلاتای کرونا را متخصصان بانک ملی به میلیارد دلار پیوند داده‌اند. یعنی اگر این شبکه مفلس شود گویا 1 میلیارد دلاری مردم میسوخته است. این چگونه حساب بوده است؟ شرم هم چیز خوب است. خودش در طول 1 سال مهاجران تقریباً 2 میلیارد دلار پول ارسال میکنند. اما به حساب بانک ملی همان دو روز یک سیستم به مفلسی دچار شدنش 1 میلیارد دلار مهاجران میسوخته است و بانک ملی این را پرداخت میکرده است. واهمه را بینید. اینها مردم را گوسپند میحسابند، وگرنه تا این حد حرفهای پادر هوا را با جسارت تمام مگر میگفتند؟ آخر در صورت مفلس شدن شبکه انتقال مبلغ همگی چند ساعت کفایه است که تمام دنیا از آن باخبر شود. بعد مفلس شوی حد اکثر دلخواه شبکه میتواند درست کار کند، چون نه تنها مردم دیگر به سراغ آنها نمی رود بلکه حتی خود مقامات از فعالیت من بعده آن پیشگیری میکنند. و اگر به گفت بانک ملی معلق ماند حد اکثر 10 میلیون دلار یعنی مبلغ انتقال 2 روزه معلق میماند. اما ضرری که این تصمیم بانک ملی در 1 هفته آخر به مردم و اقتصاد دولت وارد کرد طبق حساب کارشناسان نه کمتر از 50 میلیون دلار است. در 1 هفته تنها مبلغ انتقال نشده نزدیک به 40 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. این امر به گفته کارشناسان باعث فرو ریختن ساحه چندین سال منظم کارکرده انتقال پول شده است. همچنین سبب‌های دیگری را که در مصاحبه با متخصصان بانک ملی ذکر شده است
هیچ اساس واقعی ندارند. این گفته ها از دلیل دیده به کودک فریب کنک مانند است. باور ندارید؟ میپردازیم به تفسیر شرحی بانک ملی که به خاطر چی مرکزی پروسسینگی تشکیل کردنش را شرح داده است. بانک ملی تاجیکستان سراول سبب تشکیل این مرکز را حمایه حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان خدمت‌رسانی‌های بانکی علل خصوص در سمت عملیات‌های انتقال مبلغ‌ها می‌داند. کدام حمایه؟ تا حال در دوام نزدیک به 20 سال فعالیت شبکه‌های انتقال پول هیچ گونه پایمالشوی حقوق استعمال کنندگان به قید گرفته نشده است. برعکس شما دوام این 8 روز تمام حقوق‌های استعمال کنندگان را پایمال کردید. سبب دیگر، بانک ملی میگوید تامین شفافیت عملیات‌ها از روی انتقال‌های پولی فرامرزی به گشادن صورت حساب بانکی. تا این زمان هم انتقال‌ها به گشادن صورت حساب صورت می‌گرفت و پول شفاف بود. کسی نمی‌توانست به شناسنامه یا با شناسنامه کسی دیگر پول فرستد. از کدام شفافیت حرف میزنید؟ سبب دیگری دعوای بانک ملی تاجیکستان، تحکیم بخشیدن مکانیزم مقاومت از سوء استفاده نمودن از نظام انتقال مبلغ‌ها به گشادن صورت حساب‌های بانکی با مقصد رسمی کنانی درآمدهای با راه جنایت به دست آورده، مبلغ گذاری تروریسم و مبلغ گذاری پهن‌کنی سلاح قتل عام در حدود جمهوری تاجیکستان. انا گپو منگا. مبلغ گذاری تروریسمش که میلش، لیکن با مبلغ گذاری پهن‌کنی سلاح قتل عام همه را خنداندید. این اکنون سلاح قتل عام بمب اتمی باشد یا راکت‌های بالستیکی؟ کدام احمق با شناسنامه خودش برای مبلغ گذاری تروریسم پول میفرستد؟ از طرف دیگر بانک ملی امکان تفتیش راه‌های به دست آمده پول‌های از خارج انتقال یابنده را ندارد. این کار در صلاحیت مقامات کشورهایی است که پول‌ها از آنجا انتقال می‌شوند. کسی ارسال کننده مبلغ جای کار داشت یا نداشت، این مبلغی که از آن کشور ارسال می‌شود منبعش از کجاست؟ بگذار کشور انتقال دهنده مبلغ بسنجد. به شما چی؟ کاری را که صلاحیتش را ندارید برای چی دمتون را به شاخ گاو جنگ میاندازید؟ سبب دیگری را که بانک ملی تاجیکستان ذکر کرده است این است: بلندبرداری، فراگیری مالیوی اهالی و معرفت مالیوی. همین عباره بلندبرداری، فراگیری مالیوی اهالی چی معنی دارد؟ شاید خودی متخصصی که آن را گفته است نداند و معلوم نیست این بلندبرداری با چی راه عملی می شود. شاید با هفته در راه پسی در بانک ها نگاه داشتن مردمی که برای گرفتن پولهایش آمده است. یعنی شما با این حال امروزه اتان مردم را پشت خزینه های بانکی ساعت ها نگاه داشته معرفت مالیویشان را برداشتنید؟ عجب. سبب دیگری که بانک ملی ذکر کرده است در عمل تطبیق نمودن نوآوری های تکنولوژی در ساحه بانکداری. برای این کار چی ضرورتی برای تأسیس مرکزی پروسسینگی هست در حالی که این وظیفه و صلاحیت بانک هاست؟ دیگر سبب تشکیل مرکزی پروسسینگی این بوده است: دیورسیفیکاسیون بازار خدمت رسانی های انتقال مبلغ ها و راه ندادن به موقع انحصاری پیدا نمودن یک نظام پرداختی. این دعوا را ببینید. دزد زور صاحب گاو را بسته است.
مگر با تاسیس مرکزی پروسسینگی چندین سیستم های انتقال مبلغ را از میدان بیرون نکردید و به اختیار یک یا دو سیستم گبدرایتان که کمیسیش 2-3 برابر است واگذار نکردید؟ باید بگویم برعکس بانک ملی تاجیکستان با رقابت در این بازار ضربه جدی وارد کرده، شمار شبکه‌های انتقال دهنده را چند برابر کمتر کرده، بازاری را که قریب 10 شبکه عمل می‌کردند به دست 2 شبکه سپارید که امکان فساد را به مراتب بیشتر می‌کند. سبب دیگری تشکیل مرکزی پروسسینگی این بوده است: تحکیم بخشی استراتژی کمونیکاسیونی و در عمل تطبیق نمودن آن. معلوم نیست اینجا از کدام استراتژی سخن می رود و چگونه بانک ملی تاجیکستان می خواهد با تأسیس مرکزی پروسسینگی آن را تحکیم بخشد. در دوام یک سبب دیگری تشکیل مرکزی پروسسینگی آمده است که گفته می شود بلند برداشتن ثمرناکی حساب برابرکنی ها بین همه اشتراکداران مرکزی پروسسینگی، وسعت دادن حساب برابرکنی های غیر نقدی. اینجا سوال پیدا می شود که به شرکت بانک ملی تاجیکستان مگر شبکه ها و بانک ها در حساب برابرکنی به خطاگی راه می دادند؟ یک دعوای دیگری بانک ملی تاجیکستان را بینید. یک سبب دیگری تشکیل مرکزی پروسسینگی این بوده است: تقویت بخشیدن استواری نظام بانکی مملکت از حساب پس نمودن خوف‌های عملیاتی برای تشکیلات‌های قرضی مالیوی تاجیکستان هنگام مفلس‌شوی نظام‌های پرداختی انتقالی. این گپ بالاخانه‌دار هم یک افسانه دیگر است. در یک هفته با این کارش بانک ملی تاجیکستان به بانک ها ضربه وارد نمود که مفلس‌شوی هیچ نظام پرداختی وارد نمی‌کرد. در دوام باز پیچیده‌تر، آسان قلای گردیدن انتقال مبلغ‌های داخلی جمهوری علل خصوص در مناطق دوردست کشور. آخر شبکه‌های انتقال بین المللی به این کار چی دخالت داشتند که آنها را از بازار خارج کردند؟ هیچ نمیفهمید. سبب دیگر، فراهم آوردن امکانات انتقال مبلغ‌ها به صورت حساب‌های کارتی دارندگان کارت‌های پرداختی کارت ملی و در نتیجه افزایش امانت‌ها در تشکیلات‌های قرضی از حساب انتقال مبلغ‌ها. باز هم افسانه. آخر در تمام جهان بدون هیچ مرکزی پروسسینگی مشتری میتواند مبلغ‌ها را به کارت بانکش انتقال دهد و شرکت بانک ملی هیچ ضرورت ندارد. در کجای دنیا شما دیدید که بانک که مرکزی یا بانک ملیش مرکزی پروسسینگی شده است، تشکیل کرده است؟ باز یک دعوای دیگر، یعنی یک سببی تشکیلی مرکزی پروسسینگ را بانک ملی تاجیکستان در این می‌بیند: تامین نمودن معلومات‌های آماری آید به انتقال‌های فرامرزی و بهتر گردیدن صفت معلومات‌های آماری و تحلیل‌ها. با معلومات‌های آماری شما شبکه انتقال پول مثل زلطه کرونا چی دخل داشتند که از بازار خارج کردید؟ به این سوال‌ها یگان جوابی هست؟ یک سبب دیگر که بانک ملی میگوید با همین سبب ما مرکزی ملی پروسسینگی تشکیل کردیم. آسان، با اعتماد و به خطر انجام دهی عملیات انتقال مبلغ‌ها به کشادن صورت حساب بانکی. نامعقول کردید. تا به این کار بینی خلاندن شما عملیات انتقال مبلغ‌ها به کشادن صورت حساب بانکی به مراتب آسانتر و ارزانتر بود. خلاصه با شرح غیر کسبی و خنده آورش
بانک ملی دوباره ثابت کرد که سبب اصلی تأسیس مرکز ملی پروسسینگی را از مردم پنهان می‌داند. اکنون چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر را همکارم صفیه واحد با گزارش می‌دهد. دادگاه قرقیزستان حساب‌های بانکی چند رسانه‌ها را با حساب عمومی $859,000 به حبس گرفت. سبب این بوده است که یک خانواده منصبدار سنه 9 دکبر گویا برای حفظ آبروی و شرف خود ضد بخش قرقیزی رادیوی آزادی روزنامه‌نگار علی توکتاکونов سامانه‌های 24.kg و klub.kg به دادگاه شکایت بردند. این هم در حالی است که بخش قرقیزی رادیوی آزادی در یک جایگی با مرکز تحقیقات فسادکاری و جنایت‌های سازمان یافته OCCRP و سامانه klub.kg قسمت دوم تحقیقات روزنامه‌نگاری را درباره به خارج بردن $700 میلیون از قرقیزستان نشر کردند. روز 10 نوامبر در شهر استانبول ترکیه یکی از چهره‌های کلیدی تحقیقات روزنامه‌نگاری تاجر چینی ایرکن سایمیتی کشته شد. وی در صحبت با روزنامه‌نگاران اقرار شده بود که خانواده معاون پیشین رئیس خدمات گمرک رایمبک ماتراییموف در فسادکاری دست دارد. ماتراییموف در نوبت خود گفت در انتقال غیرقانونی $700 میلیون از قرقیزستان به خارج دست ندارد و معلومات روزنامه‌نگاران در تحقیقات دروغ است. او افزود که در این باره به دادگاه شکایت برده است. با گفته ماتراییموف او برای به دادگاه بین المللی کشیدن رادیوی آزادی آمادگی می‌بیند. اتحاد اروپا تحریم‌های اقتصادی روسیه را یک بار دیگر تمدید کرد. بروسل اعلام کرد که علیه روسیه به دلیل پیوستن شبه جزیره کریم به این کشور تحریم‌های جاری شده را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. مهلت دوره قبلی تحریم‌های ضد روسیه اتحاد اروپا تا 31 ژانویه سال 2020 بود. کرمل با محکوم کردن تحریم‌های اتحاد اروپا پیوستن شبه جزیره کریم به خاک روسیه را حاصل روند رایگیری و دموکراسی می‌داند. اما آمریکا و اتحاد اروپا از سال 2014 با طرح اتهام دخالت مسکو در درگیری‌های شرقی اوکراین همچنین موضوع پیوستن کریم به روسیه مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و مالی را ضد روسیه جاری کردند. همین طور مناسبت‌ها رو به سردی آوردند. دولت آلمان اوایل ماه دکبر 2 کارمند سفارت روسیه در برلین را به اتهام نقش احتمالی آنان در قتل یک شهروند گرجستانی اخراج کرده بود. وزارت امور خارجه روسیه باشد از تصمیمش برای اخراج 2 دیپلمات آلمانی از مسکو در اقدام متقابل علیه اخراج 2 دیپلمات روس از برلین خبر داد. دولت آلمان اقدام متقابل روسیه را در اخراج 2 دیپلمات آن کشور از مسکو غیر قابل توجیه خواند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در واکنش به این اقدام آلمان گفت ادعای ایفای نقش دولت روسیه در قتلی که در برلین رخ داده کاملا بی اساس است و هیچ گمانی جدی در خصوص دخالت روسیه در این قتل وجود ندارد. وزارت امور خارجه روسیه در اعتراض به اخراج دیپلمات‌های روس از آلمان علاوه بر اقدام متقابل گز اندریاس فون گایر سفیر این کشور در مسکو را احضار کرد. در اسرائیل در یک سال اخیر بار سوم انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. جناح‌های پارلمانی اسرائیل نتوانستند ائتلاف تشکیل کنند و به این دلیل وکیلان تصمیم گرفتند که پارلمان را پراکنده اعلام کنند. انتخابات اخیر پارلمانی در اسرائیل 17 سپتامبر برپا شده بود. حزب لیکود در پارلمان صاحب 31 کرسی، حزب کخون صاحب 33 کرسی شد. پارلمان اسرائیل در مجموع 120 کرسی دارد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل 21 اکتبر گفت که نتوانست در مهلت مقرر شده حکومت تأسیس دهد. و این دلیل حق تأسیس حکومت به رهبر مخالفان داده شد. اما رهبر مخالفان هم در نوبت خود از عهده تأسیس حکومت نبرآمد. ماه می بار اول در تاریخ اسرائیل انتخابات تکراری پارلمانی اعلان شد. آن زمان نیز سروزیر اسرائیل نتوانست ائتلاف تشکیل کند. همکنون انتخابات نوی پارلمانی در تاریخ 2 مارس سال 2020 تعیین گردیده است. اینجا با پایان برنامه رسیدیم. تماشابینان ارجمند، به شبکه ما ابونه شده از مهمترین مسئله های داغ روز و خبر و رویدادها با خبر شوید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ
وایبر، ایما، تلگرام فرستید. برنامه‌های دیگر ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net قابل دریافت است. با تمنای فراغت در روزهای استراحت و امید دیدار در هفته دیگر، السلام علیکم و رحمت الله.